عبادت کنین انشاءالله خدا خواهد از تحت دل کنین. حضرت جبریل پیغمبری بزرگوار سوال دادن مال احسان چی هست؟ احسان بگو ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. چنان خدا را عبادت که گویا خدا را میبینی. اگر خدا را تو نبینی خدا تو را میبیند. برای شما که مثلا شما چنان عبادت داری؟ عبادت داره خدا خود تلفنش نقشته است. این محبت شما به خدا دلالت نمیکند. چون که تو حشد در چی از زبانها کس که زنم تلفن میکنه یا جورم تلفن میکنه یا فلان تلفن میکنه. حتی میگه یک آدم در این نماز بینه این نماز نمیگه استادگی از یک باره زن شد گرفت تو علی من در نماز هستم. این خدا نو ترسیه بینه و این نمازش فاسی چی؟ نمازش حبته شید. اگر عشق به الله باشد تلفن میکشی خاموشش میکنی. با عشق با محبت انشاءالله خدا خواهد طاعت میکنی عبادت میکنی. میدونی جای نماز چی است؟ المصلا معراج المؤمنی. این جای نماز معراج مؤمنا هستند. عزیزی من ما و شما یک روز 5 بار بالای جای نماز الله کدی صحبت میکنیم. الله پیش نمیستیم. همین تکبیر تحریمه میبندیم. تکبیر تحریمه گفتگیش حرم یحرم تحریمتون، حرام کردن کارهای دنیا نماز گذاره. الله اکبر که گفتی دستکات خدا خود به گوش برابر گوش برداشتن سنت رسوندنش مستحبه. عزیزی من نام پیغمبر کردگی کاره مستحب و رسول الله گاه همه کردنش. همین که رسوندی الله اکبر گفتی که دست زیر نافت که بستی بالای دست که موندی تمام کار دنیا را خودت حرام کردی. اگر گپ نمیزنی اطراف تماشا نمیکنی دمگنگی دردو نمیشناسی. باید اگر عشق کردی بخونی دمگنگ کی رفت دست چیش دست نمیدونیش. چون که فقط به الله راز گفته شده پیش الله نیستاده ای. اگر بنده در صلات کتاب مسعودی میگه که بنده وقتی که بالای جای نماز استاد و الله اکبر دستش بست و یک بار اطراف دید خدا میگفته است ای بندم آن چیزی که میبینی من از وی بهتر هستم. ما گیم که سبحانکه خوند الحمد خوندم باز می سوره نکرد با یک بار اطراف دید. با خدا میگفته است که ای بندم آن چیزی که میبینی من از وی بهتر هستم. با دیم رکعت سر کرد و نیم شنبه تو با یک بار دیگه اطراف دید. خدا میگفته است که نماز اینا جمع کنید در کله زنه این برای من نماز نخونده. خیال میکنی که نماز چیزی بازیه؟ نماز چنان با عشق و محبت خون چخیره که محبت به کنسر داری؟ تگی تلویزیون محبت به فوتبال داری؟ دقیقشه با دقت هر گال زدگیش پولش اولاد چه میدونی؟ چون میدونی عشق داری. این نمازه ما شما چی هست؟ وقتی شنباله میگی توپ 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 مثل مرغی دانه چین. این نمازم چی هست؟ این نماز خدا قبول نمیکند. رسول الله صلی الله علیه و در مسجد شیدگی بود یک جوان اومد در گوشه مسجد نماز خون تب تب خون السلام و علیکم السلام ارجی ولم تصلی گفت نماز نمیخونی 3 بار 4 بار که یا رسول الله من میدونم که همین از دیگه نمیدونم. تلک صلات المنافقین نماز منافقا که منافقا تست میخونن تست نماز خونه تمام کنه که اختم رفتنش نکن. نگی در چای خونه ساعت میشینن 2 ساعت 3 ساعت که بدون میشن با حضور براحت میشینن خدا خواهدشان یا در یک سریال تماشا میکنن ساعت 2 ساعت 3 ساعت میشینن و اعتبار نمیتونن. لیکن نماز چی؟ بازی چه؟ پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری بود که خدا 2 دنیا در گناهش گذاشته است. 2 دنیا در شبها عبادت میکرد پاچکاش برهم کرده میرفت. عایشه مادر میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مردک جو الله گناه تا بخشیدگی کو
خدا در دنیا گناه تگذشت کو این خدر زحمت چیست؟ گفتن افلا اکونو عبدن شکورا، آیا بنده شکرگزار نباشه؟ من خدا گناه مگذشت و نماز نخونم، خدمت خدا را نکنم و پیغمبرش خدمت نکرد و پیغمبرش نماز در وقتش ادا میکرد. الحمدلله الصلاة لوقتها. بهترینی میدونین چی بلست؟ بهترینی انسان نزد خدا الصلاة لوقتها، کسی که نماز در وقتش ادا میکنه الله انشاءالله خدا خیر دوستی میداشت. الله سبحانه و تعالی محبت باید میبرد انشاءالله خدا خیر. سبب که چون که ما میبودیم توشم و چی از این دنیا همین نماز است خلاص. دیگر چی ببری؟ یا دلار برده ساده می، یا پول برده ساده می، یا یکم بای مونه دیگر خود یک پشکن دلار در تای سر زده ساده می، یا یکم بای مونه کوپه مخملش انداخته ساده می. گفتی شیخ سعدی رحمت الله علیه ای خواجه از این جهان چرا بیخبری، روزان و شبان در طلب سیم و زری، سرمایه تو از این جهان یک گز کفن است، آن هم بگمان است بری یا نبری. این هم الله میدونه. در سمالات میکفیم می تای خوننده میره می تای بومبنده میمونه می که ای ارضی تموت، در گدام گوشه زمین مردنی ما انیق نیست عزیزانی من. هزارها آدم زیر آب رفته سیان، هزارها سمالیات ها نگرفته سادیان، هزارها زیر خانه ها زمین جنبشی ها. هوا هم در گمان است آیا میبریم هم یک گز کفن نمیبریم، در گمان است عزیزانی من. فقط میبردگی ما و شما تو شب و چی است؟ 5 وقت نماز است عزیزانی من. 5 وقت نماز کاملا خود نترسیده گشتنگی انشاءالله خدا خواهد به دل پولی گشتنگی از مردن نترس انشاءالله خدا خواهد. مریم جنت میروی چون که توشه داری نمیترسیم. این نماز انشاءالله خدا خواهد هوشیار شد. نماز کاملا پرده بخون، به عشق به محبت بخون. خواهی که الله ما شما را نگهبان باشد. و یتحر علی وجهه سیماء الصالحین و یسحر علی وجهه سیماء الصالحین. کسی که 5 وقت نماز کاملا پرده میخوند الله سبحانه و تعالی در روز یک نور پیدا میکند انشاءالله خدا خواهد. این نور انشاءالله شما به خاکای خطای و به کرسکاها و به پرداز و انداز نمیابه. این نوره این الله میتید. این نور است که انشاءالله خدا خواهد دائم در وجه شما جلا داده میستد. اگر نماز در وقت ادا کنید خواهی که خدا خواهد روت نورانی باشد. خواهی که زنت انشاءالله شب سویتید کنه، شب سویت که خدا خواهد زن سویتید کنه، نماز خونه انشاءالله خدا خواهد حجاب کنه، نماز خونه حجاب کنه انشاءالله خدا خواهد. دائم در ذکری الله باشد، دائم با قرآن خوان باشد. این بختی که سعادت ترین انسان زنی چی دارد؟ خدا ترس دارد. 4 کس در انسان سعادتمند نشست، یکیش زنی صالحه بتید. کسی که زنی صالحه دارد انشاءالله خدا خواهد و انشاءالله پچکه دلار دارد. اگر شب خدا خواهد انشاءالله سویت کشی از روش نور میبارد. بینیم الله مهربان است انشاءالله خدا خواهد. یا خود شما خواهی که نورانی باشه، گناه از یاد کنید چی که همون نور الله میگیرد. همون نور گرفت تمام به نور میشه، نصف میشه. با هم میگید زنک باز است در دنیا، یا که زنکی که مردک باز است انشاءالله بغض شوهری خودش با میگردد. خدا نگه دارد. مرد است که خدا خواهد زن دارد با دخترای مردم فریب کنه، اینا اغوشو خدا خواهد نصف میبارد. اینا خدا همون سیما سالی نور تا میگیره انشاءالله خدا خواهد. بلا زدن میگیره خدا خواهد هر طرف. از پوچکن میشه خدا خواهد، دولی نمیشه، فیشوری خون میشه، پیس میشه، مخاو میشه. یا چطور تای کور میمونه همین زینای نیود نبود. دختری کسا فریب کنی خدا خواهد فریبت میکند.
انشالله زن تفیلت میکنم اما تا دین و تو دان نه نبرد چی معامله که نمیکنی دخترکات از نیوره ها خواهی بترسی خواهی نترسی خدا در این دنیا نشونه میده هم دنیا را شرمندت میکنه یک بار پر جدیدیش نمیگردی خدا خواهد انشاءالله جدید میکنه الله سبحانه تعالی کسی که حدی خدا که برمدی هر چیز را میگه حدی اعلای است از حد گذرد رسوا شود یاد نبرو رسوا میکنه خدا انشاءالله یک بار سرت خم میگردی پیش مردم مرکه نمیرته میشه همه چیز مکافات داره جزا داره عزیزان من به نماز شوی چی؟ به نماز در آخری دمت خار میشوی هر گونه دردار الله میدید آخر به ایمان از دنیا میگذری میدونی این قیمتترین دنیا چی است؟ ایمان است همه عزیزان خدا از خوف خاتمه میترسیدن که آیا ایمانم میبرمینده ما یک گرم میترسیم خدا خواهد کلام میگیری گناه انشاءالله خدا خواهد پینک چیزه نیست که ایمان چیزی مقدس ترین چیز است درک نمیکنیم نمیرسیم به قدرش نه همه در الله نمیتید داده الله شکر کن این ایمان مخصوص خودش میتید یاد نبرو این هیچ کس داده نمیتونه نه پیغمبر داده میتونه نه عالم نه عزیز نه اولیاء نه پادشاه نه وزیر هیچ کس نمیتید فقط یگانه الله میتید میگن ایمان چیست؟ ایمان عطا الله تعالی ایمان عطا کنندش الله خودش در قلبت داخلش میکنه خودت در قلبت که داخلت کرد هدایت میاد انشاءالله خدا کرد نماز خون میشه روزگیر میشه طاعت عبادت قرآن خون میشه راه حق میکنی اگر خدا زلالتت کنه چی؟ گناه فقط میگه گجان یک عرقه گجان زنای گجان خلاقت رقص و باده گجان غلا غیبته گجان تهمت بوتانه همونجا سفر برشیدن میگیری به اسم حدیثی است اگر خدا اهل جنتی کنند اهل جنت کنند کار جنتی آسانش میکرد کسی که اهل دوزخ کند کار دوزخی آسانش میکرد بینما غالبا چیز خوب نیست از عرق کنم چیزی خوب نیست از زنک بازی نم چیزی خوب نیست باید اهل دوزخ کنم اهل جنتی ها چی؟ همیشه در ترس و لرز هستن همیشه دائم الله نه دعا میکنن که خداوند ما را از رحم نکن از ایمان جدا نکن ما را از راه حقت بر نگردون هر روز دعا میکنی این عزیزانی من نماز کاملا بخونین انشاءالله خدا خواهد هر وقت نماز ترک نکن هیچ کس حق ندارد نماز انشاءالله خدا خواهد من کند کسی که من میکند کافر میشود و کافر نماز من میکند بعد پدرها بیان من میشنم بچهش نماز خون شود میفتد بچه نماز نخون برای زنا که عرق خود مرده نکن نوزم بالله من از خیلی پدرها وجود داشته مادرها وجود داشته وقتی که دخترش نماز راش گرفت نمیمونده نماز خون بعضی بچه ها هست که زنش نماز خانی نمیمونده است نخون در کار نیست نمازه خدمت خیز که و جوش خیز خونه رو بعضی زن ها بوده که شوش نمیمونده نماز خانی نبینی این بدبختی بینی این نماز دیگه که الحمدلله معنیش کنی این نماز که برای بد برده گنجینه در این عالم ویرانه نماز است گنجینه این قیمت در این چیز نماز است گر کعبه روانی دری آن خانه نماز است کعبه هم همین خیلی حاجی ها برفت آنجا بازی نمیرن رقص بازی نمیکنن نماز میخونن نماز میخونن یا نمی نماز میخونن عبادت میکنن در همونجا رفته کجایی روی در خانه الله نماز است عزیزان من نماز که نخوندی بر حالت اگر نماز نخونی روز قیامت حجت نداری حیات نبرو پاسپورت نداری روز قیامت نماز پاسپورت میشود در این جنت نمیپرسند کنی پاسپورتت میسیم در تماجنی میپرسند کنی پاسپورتت چیه نشان بدی من خوندشی من پاسپورت میگم من 5 وقت نماز در دنیا فرمانی الله کرده اومدم یک
جنت جای شما است. برای شما دخترها انشاءالله خدا خود پیدا میکنه. پیامبر بزرگوار میگه هر یک عبادتی که میکنین 70 دخترت میتید در عوض این 2 رکعت نمازت. با چی الله قصرهای پاشانشین که دوبای برش از کوبه دمش بگیرد. هر قصرها هست که یک ریشتش از طلا است، یک ریشتش از نقره است. برای شما 2 رکعت نمازتون است. بین الله سبحانه و تعالی همه خدمت شما دهید. فقط یگانه گناه که میگه خلاص مزه کرد. بخور بپوش. کی خوردن من کرده، کی پوشیدن من کرده. بهترین ماشین سوار شو. مسلمانی انشاءالله خدا خود داری جیب خرج سوار شو. من قند بزن میگم لباس خدا خود $500 پوش. بهترین پوش. مسلمانی بهترینش پوش خدا خود انشاءالله. مخور نیستیم ما الحمدلله. ما الله داریم انشاءالله خدا خود. ما ناز نعمتی که داده در هیچ جا نیست. شکرانه کنیم این ناز نعمتی که در ما و شما هست. ما 4 فصل داریم. شکر کنیم 4 فصل. جای است که یک فصل کتی عمرش تمام میکنه. من 3 جا هست. من یک کوچه بوده جا هست. اوه والله الان من بهار میبینن نمیبینن. من شما خداوند 4 فصل داده. 4 فصل همه ناز و نعمت داده. همه خدا خود انواعی و داده. چرا شکر میکنیم؟ ما شما نماز کاملا انشاءالله بخون با اینم دولت زیادت میکنه.